نگه دار. زمان آرام باش. عارف پدرجان اینجا بیا. خودش چه گپ است؟ آیا باخوری آلوی داره؟ ای کودک دست دراز نکن. نباشد به تو نشان میدیم. من جدی میباشم. پدرجان دیستو گذار. زمان انیس پسرم انیس. آرام انیس پسرم. پسر آقای پرکرار با تقدیر بودم برای سال نو حتما چپته لکره با این سالی نوی رو من با دستان خودم به تو میگم. کودک رو سرده. سلاحت رو پایان کن. نباشد به این کودک رحم نمیکنم. مزرگی پایان کن. پایان. به من ده. به طرف من. اجازت دید من با آنها گفت و شنید کنم جناب سردار. بله سردارم، اکنون در آمده باید یگان کار کنیم. پس اسیران چی میشوند؟ در درون برج یک کودک دیگر هست. در این حالت عملیات کردن نمیتوانیم. بشیرای پسرم رو گرفتن نتوانیدم. گریخته رفتید جا دارم جانش. میلش آرام شوید. ما علاجش رو میابیم. اگر تسلیم شوی جزای عادلانه میبینی. من کاری کردم. گمان میکنی که به محکمه روم مرا آزاد میکنن؟ هر حال زنده میمانی. از آنه که در زندان میپوسم بهترش در این راه بمیرم. فهمیدی؟ تسلیم شو. اگر به من کمک کنی حیات اینها را نجات میدهی. کمک میگویی؟ به تو کمک کنم؟ با رفیقانت مصلحت کن. سردار ما را آزاد کنن. بعد هر کاری که میخواهی با من کردن گیر. رفیقانم زنگ میزند. تلفن را گیر. اگر زنده ماندن کودک و اسیران را خواهند پس طلب مرا اجرا کنند. اگر چیکار میکنی؟ در نزد زین پای انتظار شو. اگر تعینات مخصوص آید حمله میکنیم. خوب شده است. تونجای شما چاره اسیران را بینید. سردارم باید با آنها گفت و شنید کنیم. تونجای کودک را به درون درآر. این راه گرد رفتیم. تلفن را به من ده. با زمین به من روان کن آقای عارف. با زمین. سلام آقای سردار. گوش کن جوره. با تو آیدین مسئله روبرو مصلحت کردم در کار. نباید به اسیران یگان ضرر رسد. مایلش برای نیت نیکم را فهمیدن این جوان قهرمان را به نزد شما روان میکنم. او به شما چقدر متشنج بودن وضعیت را میگوید. حال پسر پرکرار را که در دست ما نیست میفهماند. کودک را روان کن. شاید مصلحت کنید. کودک همراه ما میستد. میتوانی بروی. ما در اینجا نشسته انتظار خبر شما میشویم. فهمیدی؟ کودک همراه من میرود. وقتی که کودک همراه ماست میدانم که به ما ضرر نمیرسانند. او ما را حمایت میکند. برای غرض ناپاک خود کودک را استفاده میکنی. اینقدر بی ایمان و بی وجدان بوده ای.
ای برادر عارف جان، ما قهوه خواسته بودیم اما روان نکردن. این کار را هم حل کن تا اینکه کیف صفا کنیم. برای تو زحمت میشود. خیر. قهوه ما زیر شکر شود. انیس نگویم. انیس با او کردار نشوه. انیس پدر جانم. پیزرم سگ بچه. پدر جان من آمدم. پدر جان من اینجایم. پیزرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ مادرت در کجاست؟ مادرم در پایانم. من آمدم تا شما را نجات دهم. پسر جانم کودک رو هم گرفت و در را پوشید. یگان کار کردن نتوانستم. تو هر چی که از دستت آمد کردی. به زمین مرا مسخره کرده به پایان روان کرد. دیوانه شدم. باز از من قهوه درخواست کردند. سردارم به پررگی آماده شده از اینجا پراندن را سر کنم. بسیار خوب. اگر خواهی تو را از هوا با پراشوت میفراریم. نه مشکل. من از بلندی میترسم. اگر مرا گوش کنید هر چه زودتر به این نابکار قهوه بردن لازم. کار را یک طرف مانده به قهوه فروشی سر میکنیم اکا. چاه تیار میکنیم برادر. چاه. خوب هستی؟ نمیدونم کمه میترسم. مادرم خوب هستن؟ نگران نباش. به نزدیکی مادرت رو میبینی. سلام علیکم. ظریف کو بینم؟ نقشه ای میخواست اگر در اینجاست. عارف سردارم بسیار سر رو گشت کردم اما موقع خوب نیافتم. انا همین جوی. از این دفتر کسی برآمد. ظریف اینجا کجاست؟ اتاق حجت‌های بایگانی است. کسی را که میخواهند آزاد کنیم شخصیتش را معلوم کردیم؟ معلوم کردم. زکی تیمور. این نوبکار دست به کارهای ناشرم زده است. مافیای تیار سالهای دراز سیر و گشت نکرده است. بعداً دادستان از پی جنایت‌های او شده است. آیدی او عجایب حجت و دلیل‌ها موجود است. پرونده جنایی او تا حال ادامه دارد. پس تمام حجت و سندهای این نوبکار در قبولگاه میباشد. همین طور نیست؟ میخواهند دقت ما را پریشان کنند. دقت ما را به گروگان‌ها جلب کرده. میخواهند حجت‌های در بایگانی بوده را نیست کنند. حجت و سندها را نیست کرده پرونده جنایی را خاتمه میدهند. عیناً همین کار را کردنی‌اند. باید به اونجا برویم. بالتا لباسهای عادی پوشیده با اونها قهوه میبری. سردارم اومدم. ظریف چیزی درخواست کردم را معلوم کردیم؟ یافتم. سراغ را دریافت کردم. در نزدیکی ما هستند. بسیار خوب. ما هم باید اون کار کنیم. کارلوس گوش کن. جان اکیش. اکا من در 5 دقیقه این آدم رو دستگیر کرده میارم. بچه ها بار دیگر نقشه را از نظر میگذرانیم. گوش کنید. عارف برادر لب به جانکم. برای گفت و شنید نظر میاد. با تلفن مصلحت میکنیم. نگران نباش. به سلاح میآیم و تنها میآیم. اما نه در حجره دادستان بلکه در حجره بایگانی وا میخوره. آن جایی که خودت قرار داری. تو نه تنها وجودت را بلکه سرت رو نیز استفاده میبرده. میلش منتظرم. اگر قهوه خواهی قهوه نیز روان میکنم. حاضر میار. البته همه در اینجا تشنه شده. نوشاکه روان کنید لیکن سر شیشه ها پوشیده باشد. بازی کردن نمیخواهم. میلش فهمو. در حجره بایگانی وا میخوریم.
پسرت همراه من میرود. اینقدر نوبکاریت بس است. پسرم را آزاد کنید. این نوبکاری را تو خودت اول سر کردی. با تو گفتم پسرم را رها کن. تو جای پسرم را رها کنید. پسرم را رها کنید. پسرم شما بهوده این کارو میکنید. برای این کارتون در نزد قانون جواب میدید. اکنون حیات پسر تو در دست دولت میباشد. اگر مرد باشد یک مشکلی ایجاد نکنه. شمشیر تیز عدالت حتما ظلم شمایان را اصلاح بود بکنه. نخود که شما کودک رو سو استفاده کنید. ابله‌های ترساچه اگر به این کودک یکان ضرر رسد قسم میخورم که شما را یک نیستید. انیس چی بگویم؟ خوش آمدی برادر عریف. بیا مرحمت کن. انیس آفرین. باور کن تا وقتی که جسارتی تو به ترست غالب آید تو همیشه ظفرمند و پیروز خواهی بود. اکا پدرم رو نجات دهید. وعده بدهید که پدرم رو خلاص میکنه. وعده میدهم انیس. از سبب عوض شدن شرط ها باید از سری نو شرط نامه بندیم. حجت ها را نیست کرده برای خواجه‌ات وقت را کشال میدی. با این رفتارت چرا به دست میاری؟ من برای خودم اینجا نیستم. پس برای چی در اینجا آواره ای؟ برای خواجه‌ات جان میکاهانی. اگر زنده مانی زنده نمیشوی. او باشد یک عمر عائله تو را نگاهبین میکند. مگر همین طور نیست؟ خیلی فکر نکن. من یک چیز رو نفهمیدم. آخر من هم پدر میباشم. در برم یگان چیز نیست. تلفن را بده. گیر گویا مال خودت باشد. جوان را با بالا روان کن. میتوانی بیروی. خب در کجایی؟ در اونجایم. از منتظری بسیار بیزار شدم. زودتر کار را انجام ده. دادا از برای خدا چی کار میکنی؟ چرا پسری مرا به این کارها شریک میسازی؟ هرچی کاشتی همان میدروی. تو نباید کودک بیگناه را در این کار استفاده میکردی. دادا چرا به سوی کودک سلاح میکشی؟ سلاحت را دور کنی. خودش چی گفت؟ مرا شرمنده کردی. کنی گپ زن. خودش چی گفت؟ برای کارهای ناشایمی تو در اینجا میباشم. نجیب مرا فراموش کن. از بحر من گذر. من بعد از این غم خودم را خودم میخورم. سلاحت را دور کن. این پسری خر حیوان برای تحصیل او جانم را فدا کردم. اما او نیز مثل من احمق شد.
نکن گفتم. با این کارها سر و کار نگیر گفتم. گپم را گوش نکرد. تو اکنون خواجه‌ات را نه، بلکه باید پسرت را نجات دهی. کنیز برادران چیکار میکنید؟ این کار رو نکنید. حمید، کار رو حل میکنیم. سلاحات را از سر کودک دور کن. چی خیل حل میکنی؟ همه کار رو برباد دادی. حجت‌های را که میخواستی نابود کنی حجت‌های پسرت بود. بله. ای چرا تو برای این کار به عدلیه حمله کردی؟ من به خلاصه اومدم که من میروم. دمت را گیر. به کجا میروی؟ به اروپا؟ بعد چی؟ نه پول و نه مال داری، در آنجا چی کار میکنی؟ از دستی تو چی میآید؟ اگر سردارمان را نجات دهم یا ندهم این عمل کرده من پسندم میآید. وقتی که فرزندت را از دست میدهی پس چه فایده؟ آن پولی که از خواجه‌ات میگیری تو را خوشبخت میسازد. معلوم است که تو پدر نیستی. حتی باور دارم که تو بر این انسان پدر ندارد. معلوم است تو به پدری. تو را کسی پدری نکرده است، برای همین نمیفهمی. اگر سگ باشد، احمق باشد، برای پسرش میکند، او را نگهبانی میکند، یک عمر او را تایبی میکند. کسی دیگر جای پدر را گرفته میتواند؟ کو گپ زن؟ بله، جدا میشویم. برای آینده او مهم میباشد. اگر سگ هم باشد، پسترین انسان هم باشد، او برای من فرزند است. نباشد حالا به خاطر فرزندت فرمان بده تا اینکه آدم‌های تسلیم شوند. همچون پدر وظیفت را اجرا کرد. بسیار خوب شد. حلقم خشک شده بود. شما همیشه همین خیلی سر و گاش میکنید. بالتا زودتر شد. اینها را داده در حال میبراییم. آنها را پراکنده کنید. انیس نزدی من بیا. سلاحات را پرتاب. نجیب، من هم قدر و قیمت دارم برادر. نمیخواهم که آدم ها به من گویان رفته تسلیم شد. سلاحات را پرتاب. پدر وقتی تو گذشت نمیخواهم که به من گویان در پشت پدرش پنهان شده کارش را حل کرد. اگر دلی تو نشود من خودم این کار را حل میکنم. تشکر. گیر. ما تشکر. آیا شما نوشیدن نمیخواهید؟ تنها آبی میوه آوردید برادر. یک قهوه نآوردید. در رو نظارت کن. من نمیخوام که از پسم گویان با پلیس همکاری کرد. نجیب، اکنون کار خاتمه یافت. کار به انجام رسید. سلاح را پرتاب. نه،
تو مرا به این کار شریک کردی. پدرت را گوش کن نجیب. دیگر وقت گوش کردنی پدرم نیست. پدرم نجات یافت. گوش کن نجیب. عقلت را کار فرما، سلاحت را پایان کن. هممان از اینجا صحت و سلامت میبراییم. نه نمیخوام که به من مثل پدرش تسلیم شد گویند. من قدر و قیمت خودم را نمیفروشم. کدام قدر و قیمت؟ سلاح را پرتاب. بکار راه کرد تستر. بالتا اینها رو نظارت کنید. سردار همه زیدی نظارت است. یاری و بگیرمون کنه. فراری کاره. اگر سلاحت را نپرتوی اول تو را بعد کودک را میپرانم. پسرم دیوانگی نکن. این آدمی تعینات مخصوص است. تو را در یک لحظه پرانده نابود میکنن. میفهمی؟ تو از حد گذرانیدی دادا. میفهمی؟ این کار رو تو سر کردی. من دوام میدیم. میفهمی؟ پسرم نکن. بس کن. آیا سلاحت رو پایان نمیکنی؟ شیر بچه میگویند که گوسفند مرده از گرگ نمیترسه. خیر من آگاه کردم. خوبی ها نیست. بس کن نجیب. التجا میکنم. عارفیس بس کن. نکن عارف. التجا میکنم. ایستد. نجیب عارف نکنه. خواهش میکنم. نپرانه. دادا سلاحت را پرتاب. من تسلیم بشوم. به زمین خواب رو. به زمین خواب رو. مادر پدرم نجات یافت. پدرم کجاست؟ پدرم نجات یافت. ببین پدر در کجاست انیس جان؟ پدر جانم. پدر جانم. پسرم جان پدر. تشکر میگویم. حیات ما رو نجات دادید. این خیل نگویید. وظیفه ما همین است. به شما هم تشکر. رفیقان میرویم. سومن
من اصلا به اینجا برای تو آمده بودم، چنانه که وعده داده بودم. همین که وقت یابم باز به نزد تو می آیم سمن. عارف آیده یک مسئله مهم باید با تو مصلحت کنم. حالا نیست سمن، در وقت تنهایی. مایلش دادا جانی من، خیریت که مرا تنها نگذاشتی، مرا نجات دادی. جانی خودت رو برای من فدا کرد. اگر تو نمیشدی مرا هم زنده نمیموندم. مرا دیگر تنها نگذار دادا جان. دادا جانم، پدرت برای تو شده جان خودش را فدا کرد. من برای کشتن نه، بلکه برای زخمدار کردن پراندم. هر کس برای اعمالش خودش حسابات میدهد. ای آقای حمید، تجارت تو بیهوده بوده است. به جای پولی که برای پسرت میخواستی، خودت و آخرتت را فکر میکردی، حالا به این حال گرفتار نمیشدی. گوش کن ابله. شنیدم اکا صدای موتوری با قوت میباشد. ای برادر، مرا مسخره میکنی ها؟ آخر به این وقتی که گاز را زیر میکنی نمیبینی که حالی ماشین چقدر بد میشود؟ برادر این ماشین گریه میکند، داد و فیقان میزند. شنیدم بگو، شنوی یا که نشنوی هم از عذاب اوستا نجات نمیاد. ای برادر، از سیمی پیدلی گاز سر کرده تا با کربراتوری ماشین ویران کردی. اکای سولی فرمان داد، من چیکار کنم اکا؟ ای برادر، آخر تو بله سپید رانده نمیتوانی. چرا با ماشینی من، با سواره من به عملیات میروی؟ خدا تو برافیست. ای برادر، تو چیکار کردی ساده ای؟ ای ابله، تو چیکار میکنی؟ الو اگر زمان ساز نمیشود اکا. ای برادر، چی این تلویزیون است؟ نباشد یک چوب با نمش. برادر، این همه کار رو برباد داده. ای جورا، تو چی میخندی؟ وقتی که بالتا اوره این کار شد و دست پای تو بسته شد، برای همین میخندم. با خدا بالتا گو. ای بابا، تو چی گفتی؟ تو مرا چی گفتی ها؟ چی گفتم اکا رجب گفتم، من گفتم این یاری داد. از که دوست نزدیک من شده ای که مرا بالا خبر میخواه. ایستا سلام علیکم. علیکم السلام. جواب تشخیص آمد. یک دقیقه. تشخیص تیر پلاستیکی که از بدن کمیسر سلیم گرفته شده است. سلاح به نام کی بوده است؟ با کسی تعلق ندارد. در اینجا یک سراغه هست و باز یک نام شبهناک دیگر. سلاح به قید گرفته نشده است، لیکن در یک حادثه دیگر استفاده شده است. استخبارات کهنه. همین خیر. انیق نمیدانم کمیسر، اگر خواهید میفهمم. این در دست من است. من به هر حال به این سراغه میروم. خسته نباشید. رحمت. عذر میخواهم عارف، برای دیدن نتیجه امتحان ها آمدم. از این رو کمی در هیجانم. بخیر است؟ این تشخیصی پلاستیکی کیست؟ از سلیم. نتیجه چی شد؟ نامعلوم. در یگانجا قید نشده است. صاحبی سلاح شخصی شبهناک؟ نه چندان. کمیسر شاهین، به فکرم از شما انتظار نتیجه امتحان نیستیم. غم نخور. سومان، چه حال داری؟ شکر خدا اکای صالح. بیماری؟ تو را پریشان حال میبینم. نه اکای صالح، خوبم. سومان، من از تو یک خواهش دارم. مرحمت اکا.
بین من و عائله‌ام یک نافهمی جدی است. این دردم رو به کسی گفتن نمیتوانم. گفتنیم که تو همچون زن با سعادت آیدی این موضوع سخن کنی. البته میکنم آقای صالح. اگر فکر کنی که سخن کردن من فایده دارد البته گپ بسیار خوب. تو همچون زن درد و علم عائله‌ام رو شاید از من خوبتر بفهمی. مایلش آقای صالح. من از عهده این کار میبرایم. ای سومن زنده باشی. تشکر زیاد. احتیاط کن. با دقت باش بچه جان. رحمت اکا. آیا این دوچرخه برای تو کلانتر نیست؟ میدونم خیلی کلان است. اگر در بالایش سوار شوم هر کرده میتوانم. با پدرت گوی که برابر خودت دوچرخه خره. خیر به مادرت بگو. گفتم اما باید تا تابستان انتظار شوم. پولشان تابستان نشده است. پس چرا اینقدر دوچرخه کلان خریدی؟ نخریدیم. این را کنه گفته پرت افتند. من گرفته تعمیر کردم. سلیم زودتر به خانه بیا. اوه مادرم جنگ میکنند. اکا شما در بالای خانه ما زندگی میکنید؟ نمیدانم. تو رو یکم بار در اینجا ندیده بودم. من تو را دیدم. تو برادر خوب هستی. تشکری زیاد. نمیارزد. الو فوراً به سراغ بیناکاران خیابان مرکزی خانه رقم 2 گروه روان کنید. بس کن جانکم. بس شد. زودتر روان کنید. شد جانکم. غیر از شما کسی به کمکمون نامد. خدا از شما راضی شد. خیرت که آمدی اکا جو. مایلش اکا سلامت باشی. زودتر برادر اکنون او در اختیار شماست. سلامت باشید. تشکر به شما. نمیدونم این یکیتون رو چطور برمی‌دارم. هیچ کم نمیخواهم. اکا تو پلیسی؟ اوه سلیم زودتر به خانه رو. هوا خنک است. راست به خانه رو. باری دیگر تشکر. نمیارزد. رفتیم پسرم. همه اینها از اون شماست؟ بله جانکم از من، اما اگر خواهی همش از تو میشود. آره اپا مرا شرمنده کرده. باید من به نزد شما می آمدم. این خیلی نگوی. برای نازیه هم دیگرگونی شد. اپا یک بار دیگر فکر کنید. اکای صالح شما و دخترتان را بسیار دوست می دارند. من هم او را بسیار دوست می دارم، اما آخر آن کس برای راه گشتن بسیار کوشش می کنند. باور کنید آن کس به شما احتیاج دارند. دیر شد. طلب جدا شدن را کردیم. پیش این راه را گرفته می شود. مشکل نیست. و گفتن آسان. یگانه مشکلی این نیست. خداوند دیگر مشکلی ندهد. دردتان را شفا دهد.
سومن یگان نخوشی روی داد. تو غمگین می نمایی. نه ابد. خداوند اله و سلامتی دهد. صبح بخیر. صبح بخیر. پسرم امروز به مکتب نرفت. شب خوابش نبرد. همینطور؟ میخواهد که شما رو به نونشته دعوت کند. تشکر. اما زحمت نکشید. اکا جان به خاطر من دیروز بسیار ترسیدم. پلیس هسته. سلیم جان دعوتی تو مرا بسیار خوشنود کرد، اما مرا در جای کار انتظارم. اکا جان به سوال من جواب نداده. شما پلیس هسته. اوچه انیق پلیس راست میگویی. خیر سلامت. خیر اکا جان. سلامت باشید. ابای سعادت، من حیاتم را تنها پیش بردم. چقدر غم و تلخی های زندگی را پس سر کردم. چرا این خیل شد میدونید؟ برای زندگی با شرفانه. بله، برای حیاتی با شرفانه. شاید در زندگی بسیار برد کردم، اما هرگز صاحب عائله و خانه نبودم. در حالتهای دشوار کسی نبود که سری مرا سیله کند. اپا آیا میدونید که بی‌تکیه‌گاه چقدر مشکل است زندگی کردن؟ تخمین میکنم. من حسرت دخترچه‌ای که در بهار زندگی در یاد خانه گرم باشد خوب میدانم. جانکی من بسیار میخواستم که دستی پر شفقتی مادر سری مرا سیله کند. جانی من تو را میفهمم. شما هم صاحب دختر هستید اپا. دختری که صاحب پدر باشد باز دیگر هست. فکر نازیه را کنید، او را به پدر به وایه نرسانید. سومن تو درد و غمی مرا دو چند کردی. دلی مرا پاره کردی. هر یک دختری کوچک میخواهد که در زیر قنات فرشتگان باشد. برای دختر این گونه قنات دستی پدر و مادرش میباشد. جانکی من. آقا جان. اکا چرا تو به خب بار میگردی؟ آخه تو کارگر تعیناتی مخصوص دان رو میخواستی؟ میخواستم، اما چرا تنها هر سه ما میرویم اکا جون؟ این عملیات مخصوص است. راست دیگم تو را هم به عملیات حقیقی میبریم. خیر مایلش، به من یکون سلاح میدی؟ همه شموده است. شربت شهادت با ماست. میخل نگوید اکا، اقلا پدر و مادرم توی مرا میدیدن. ما دیده چی شدیم؟ به دنیا آمدم و حیات برایم تنگ شد. تنها شربت شهادت را میخواهم. انا روحیه تعیناتی مخصوص را دیدی؟ آماده هستید رفیق خان؟ آماده هستید؟ آماده ایم اکا، آماده ایم. کیست؟ به شما مکتوب. چه گفت شد؟ تو ابلهشین اینجا. چی شد؟ من پول مال ندارم. چیزی که بخوای گرفترم. چی کار بودنت را میخواهم فهمم. چی خیل؟ در کجا خدمت کردی؟ مبادا کماندر نبودی؟ بله همین خیل بودم اکا. نشان زن بودی؟ بله اکا. حالا باشد قاتل شده ای و طور کرایه آدم کشی میکنی. نه اکا این خیل نگوید. به من نگاه کن، به من نگاه کن. چی شد؟ چهره من به تو معقول نشد؟
نه اکا این خیلی نگوین. با دوربینی ملتقه دیگر خیر می نمودم. اکا با خدا که من یکم گناه ندارم. دمت رو گیر. برای تو بر این قاتل کرایه پول و مال از همه چیز بالاتر است. اکا شخصی که او را کشته مثل برادرم بود احمق. سلیم دوست من بود. اکا با خدا او را برای کشتن نپراندم. نیتم را یاردار کردم بود. اما تو خودت را بعدا هنگام نوارها را گرفتن باز تو به سوی ما تیر پرانی کردی. من هیچ را نمیتونم. اکا کی را تو سوالش داد؟ گفتن میگویم. خواهش میکنم نکن. فرمانی کرایی را میکنی نابکار. گفتن تو را چنان لطفم میکنم که گفتن میگویم. اکا رفیقان حاضر می آیند بادی خرج شوید. اکا کی می آید؟ من هم دونم خوب می شود. ابله کی می آمد؟ تروریستان همشان را میکشیم. اینجا را با سرشان چپه میکنیم. این رو چخیل میکنیم اکا؟ من نمیفهمم. اینجا را میترکانم. بوم. ای برادر در جای شین در جایت. اکا التجا میکنم با جای درکش ندارم نمیشود. من در دوران خدمت حربی بمب های زیاد پرتافتم اما حالا باشه دیگر قوتم نمانده است اکا. آیا این کنه نیست؟ با این چخیل عملیات میکنیم؟ این سلاح یادگاری است. در جنگ یکم جهان سلاحی بابای من بود. یادداشت‌های زیادی دارد. با این چندین دشمن را کشته است. آخر یکو سلاح نو میدادی خوبتر نمیشد؟ برادر با این سلاح جنگ را سر کنی 1000 نفر را نابود میکنی. جورا تو تیر پرانی ماهر میباشی. کنی شیر بچه کنی گیر تا شربت شهادت رو نچشیم از اینجا نمیبرایم. کنی سرکو شیر بچه سرکو. رفیقان حالا جدا میشویم. حربی تو با اون طرف بالتا تو باشی بالا رو نگاه میکنی. من طرفی غرب رو نظارت میکنم. خدا نگهبانمون بود. نامش را کی به تو سفارش داد؟ اکا خواهش میکنم نکن. من این پول را با فرزندانم روان میکنم. پلید فرزندانت را هم با پول حرام کلان میکنی. آنها هم از خودت قاتل میشوند. کو گپ زن. مایلش میگویم. حاضر همش را میگویم. آیا از حد نگذروندم؟ نه جورا نه. جزای این نوبه کارو میدهم. آخر ماشینی مرا گرفته به عملیات آورد. انا اکنون بیندو اندیشه کند که کار در کجا بوده است. گریه میکند. به خدا گریه میکند. مبادا دیوانه نشود. کاری من چی؟ گریه کند کردن گیرد. آماده هستی؟ زودتر باش. برادران تبریک میکنم. مهارت خوب نشان داده.
باش مرا عفو کن خداوندو با من یک فرصتی دیگر دی خداوندو مرا یک فرصتی دیگر دی خدا ترسیدت با خدا خیر مایلش یک دو الله اکبر یک بار بگو ای شهید پروردگار تو کیست؟ خداوندو بگو ای شهید پیغمبرت کیست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ای شهید یک شانس دیگر میخواهی؟ میخوام ملش میشه به خدا میخوام. ای ارتیست مادامی که از مردن میترسی چرا ما رو مسخره میکنی؟ چی شد؟ شما جواب این کاری کردتون رو میدید. برادر عزیز من همه‌اش رو به نوار گرفتم. من این نوار رو به ظریف میدهم. وقتی که ظریف این نوار رو به اینترنت پخش کند تو در دنیا مشهور میشوی. برادر مبارک شود، مبارک باشد. دستت رو گیر. چی شد؟ دستت رو گیر. جواب میدی. برادر یک دست خط نمیکنی؟ التجا میکنم. رسمت رو با دست خط التجا میکنم. دستت رو گیر. شما به این کارتون جواب میدی. فهمیدی؟ شاهین؟ عارف همیشه با یگان بهانه وا میخوری. بیا مرحمت کن با قهوه ضیافت میکنم. هوا چندان گرم نیست. تو باشه اینقدر عرق کردی. اینجا با من گرمی کرد شاید از این سبب باشد. از کی باز در اینجایی؟ خیلی شد. خدمت رسانیشان سوست. یک دقیقه اینجا بیا. لبه جناب. رفیقم نو آمد. برایمان 2 قهوه تیار کن. خوب شد از جناب. تو از کجا آمدی؟ بسیار خسته می نمایی. گشت کن برادر، با من بازی کردن را بس کن. تو چی نیت و نقشه داری؟ چی اغوایی داری؟ عارف تو تماما عقلت را خورده ای. باید گویم که برادر به خاک و لای در آمده ای. انا بین تماما شیمت افلات شده است. راستش را گفتن در کار. بسیار چست و چالاک میدوی. تو مرا از چی میترسانی؟ من حاضر در نزد قاتل سلیم بودم. به من نام فرمایشگری کشتار را گفتنی بود که او را پراندند. اوه
تو از تعیینات مخصوص به نزدیکی به شعبه کافتکاوی جنایتی میگذاری. از پسیان آدمی نابکار کوچه به کوچه در لای آب خیلی دویدم. خیر دستگیرش کردی؟ بله. از خود نرم. تو چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ گپ زن میگویم. دست به این کارت شو. چرا این کار را کردی؟ گپ زن چرا کردی؟ از من به تو چی بدی رسیده است؟ عشق سری تو را ویران کرده است. گناههایت را به گردن من بار نکن. ای ابله تو کیستی؟ چگونه انسان هستی؟ برای کی کار میکنی؟ هدفت چیست؟ این قهوه خاطره 40 ساله خواهد داشت. این روز را اصلا فراموش نمیکنی شاهین. عارف تو هم فراموش نخواهی کرد. افلسونها را آماده کردم، کشیدم مثل گفته خودتون. 2 کیلو برآمد. باز 8 کیلو دیگر است اگر خواهید. بسیار خوب. سورپریز را کنیم یا اینکه خورسندی را بازی چهان است بیارم. همه‌اش آماده می باشد. ملیک بیا، همه چیز تیار. بچه ها رو جمع کن. بس کنید جدا شد. یعنی برد اینها رو برد تستر. بیا چیکار کردید؟ با تو حالا کارم تمام نشده است. یعنی برد اینها رو. ببینید که دیوانه شده است. تا حال به من حمله میکنه. شمت رو گیر. تو جزایی سزایت رو خواهی دید. برد اینها رو. تستر برد از اینجا. یعنی برد اینها رو. این شخص ماشین رو حرکت کند. در قفا 2 نفر باقی مانده ها با لباس های عادی نظارت کنند. خوب شده است. بازیچه ها و چیزها رو هم بار کرد. حمله آخرینمان نتیجه خوب داد، اما افسوس 1 کس مرده خلاص. حالا باشد از شما قربانی زیاد میخواهم. تو نگران نباش. بازیچه هایمان زمانوی میباشند. همه را نابود میکنید. این را دانسته گیرید. اگر پلیس ایلاوگی آید به قفا نگریزید. بیا میرویم. ما باید فرصت را از دست ندهیم. رفتیم بچه ها. گوش کنه این نابکار. بار دویی می شود که با دستهای بسته به اینجا می آیم. تو جواب خیانتت را خواهی داد. بس کنید. خدا شفتی در گریه نمی کند عارف. بس کنید برادرون. هر دویتون خاموش شید. اینها رو برید. دوکان را به خاک یکسان کردید رفیقان. دانسته گیرید که مصرف های دوکان را شما می دهید. ما از تعیینات مخصوص. من کمیسر شاهین دلاور. این حادثه با سبب رخ داد. این خیل چرا بر وقت‌تر نگفتید؟ راست میگوید، از تعیینات مخصوص هستیم. این حادثه به کار مقامات دخلی ندارد. آرامی را ویران کردیم. حق محکوم شدن داریم سرکمیسر. شما نام شما چی بود؟ کمیسر عارف امیر. اوی دستایشان رو کشید.
سرکمیسر قهرمان دادستان رو از مرگ نجات داد. مادر جان نگاه کنید. دخترم چی شد؟ مادر جان دیدید؟ دادا جانم قهرمان. آن کس قهرمانند. بله دخترم دیدم. مادر او قهرمانی همه می باشد، اما من هر گوهی که خواهم این رو با آغوش گرفتن نمیتوانم. مادر باید من به پدر کلان میشوم. دادا جانم را بوسه کردن میخواهم، این رو با آغوش گرفتن میخواهم. وقتی که او هست من از یکون چیز نمیترسم. بله دخترم، وقتی که او هست منم از یگون چیز نمیترسم. با پدرت افتخار کن دخترم، او در حقیقت قهرمان است. دخترکم در مجله ها نامت برآمده صالح از مرکز زنگ زدن. به من گفتن که چرا تو آدمی در صندلی بوده را با عملیات روان میکنی. یک روی من به سر شما بلا شد. جناب سردار مرا ببخشید. صالح تو باید کمی از ما دور شوی. اگر به من وقت دهی من این مسئله را حل میکنم. میبینید کوشش میکنم، هر چیزی که از دستم آید میکنم. به من باور کن. شت. یک چند مدت کارهای اداروی را میکنی، فهمو؟ نصیب. باز مشقهای فیزیکی خود را دوام میدهی و ما کافی است. درد هم یک مهمان است. جناب سردار او را نیز باید مهمان نوازی کرد. گوش کن به من. روزی می شود که تو باز دوباره راه میگردی صالح. غم نخور. خوب؟ مرحمت برادر. رحمت برادر، خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. میوگی دهم؟ بیده. ده. پوسیده نیست؟ نه، تازه است. مایلش بسیار خوب. فقط کارمندان امنیت رو نه، بلکه کمکرسان‌ها رو نیز جزا میدیم. ما با کجا گذاریم؟ از طرفی که کمکرسان‌ها میاد آنها رو پراندن نابود میکنیم. رفتیم. فهمو. رفیقان زودتر شوید، میرویم. رفتیم. صاحب دکان از شما شکایت کرده است. پگاه با محکمه میروید. هیچ گپ نیست سرکمیسر. گناه خود ماست. به صاحب دکان گوید که مبلغ خسارات را پرداخت میکنیم. از نام خودت گپ زن. تو حمله کردی، تو خودت پرداخت میکنی. درست. به این هم وقتی که تو از اینجا برآمده دیگر وقتی پرداخت کردن را پیدا نمیکنی. سرکمیسر اجازت میدهید که یک خواهش کنم؟ بله بله. تلفنم را گیرم. یک چند جای باید زنگ زنم. خیلی نگران شدند. مالش حال میکنیم. پس به ما اجازت رفتن دهید. مرحبا. تشکر برادر، سلامت باشید. خوش اومدی ینگا. سلام. خوش اومدید ینگا. خوش باشه. ینگا باز دستایت پر از خوراک اومدی؟ امروز نوبتداریتان دراز میکشد. نوشی جان کرده میخورید. تشکر ینگا. برای همه‌تان میرسد. تو در فاتحه اینقدر حسن رو ایرکه نکن. وقتی که خانه‌دار میشوید بعد میخواهد که سه نمود خوراک تیار کنی. کو به آن روزها بیرسیم بعد هر خوراکی خواهد میپزم. انشالله. ما هم با بهانه توی فایده. ملیکا؟
با خدا که بوی خوراکت به دماغم رسید. خوش اومدی. خوش باشد حسن. دائما میایم گفته سردار جنگ و جنجال میکند، اما این مراتبه برای او شیرینی دوست داشتن. آفرین به تو. بسیار خوب کردی. دستهایت درد رو نبینه. رفتی. عارف، بسیار هم سورپرایزی عالی جناب. آوازت را شنیدن خواستم. من باشم گلهای داده تو را نگاه میکردم. نرفتی عملیات کمی پراکنده شدن، لیکی هیچ گپ نه. گلهایم را گرفته به نزد تو آمدنی بودم. این آدم ها مرا دیوانه کردند. تو را دیده نتوانستم، آن گلها را به تو داده نتوانستم. به خدا دیوانه شدم. اما از این کار روی نگرداندی، یک روی کردی. از تو خلاصی ندارم. یک بار دیگر تشکر. نمیارزد. سلامتیت چه خیلی است؟ با دکتر بخوردی؟ چی؟ تشخیص رو دیده میبرویند. مهم نیست جانکم. آخر تنها افتیده بودی. افتیدن مردن نیست. همین خیلی. از سرپرانی صحت و سلامت برآمده و شم رفت. مردنی نیستم. احمق بخیر است؟ آخر چند مراتبه به رئیس گفتم که این ماشین را عوض کن. گپم را گوش نکرد. کنی یک بار دیگر کوشش کن. نمیشود. عجیب. در نیم راه مونده. با بازار نمیرسیم. این بازیچه ها در دستمون ماند. ای یگون کس نیست که کمک کند. این را به یک طرف کشیده گذاشتن بکن. خبر میدهم. همه آنها صاحب فرزند میباشند. شاید یگون بازیچه تو رو خرم. اوه میشود اکم. با خدا بسیار خوب میشود. بهترین بازیچه ها رو دارم. نرخ‌هایشان نیز دسترس میباشد. مایلش نامزدم خوراک آورده است. این رو تقسیم کنید کمیسرم. تشکر برادر. خدا از شما راضی باشد. حسن، کمیسر در اینجا چیکار میکند؟ چیکار میکند؟ آخر ما هم خطا میکنیم اپا جان. قصه دور و دراز است. برای غذا تشکر. سلامت باشید. نوش جانتون شود. با اشتهایتون کمیسر. مرحمت جناب. خوراک. من لقمه خودم را به تو تقسیم نمی کنم. نوش جانت شود. حاضر تو را چنان لطکوب میکنم که جزایم دوچند شود هم، لیکن دلم آرام میگیرد. آرام میشوم. آماده شوید میآیند. از کار بسیار برای زادروز پسرم بازیچه گرفتن نتوانستم. خیریت توفه با پای خودش. من هم برای گفتم یک سر سلام علیکم. و علیکم بر سلام. و علیکم بر سلام. شما رو زحمت دادیم. نه برادر، چه خیلی زحمت. ما برای کودکانمون یک چند بازیچه میگیریم. البته. اکا شما به طرف قفا گذارید. من به شما نشان میدم. مایل است. اینک بازیچه ها رو به شما نشان میدم. خریده کودکان را شاد ده.
خبر دهید تا آمدن قوت ایلاوگی مستحکم نظارت کنید. حسن خودش چیگم حسن خودش چیگم کمیسر با ما حمله کردن در روزی روشن با ما حمله کردن حسن در این ما رو کشا حسن زودتر کشا ما رو از اینجا رها کن حسن در رو کشا حسن ما رو رها کن حسن در کجایی؟ ملیکا اونو شد رفتن ملیکا اینجا باش از اینجا نبرو حسن این رفتن نروید اینجا میکنم باید بیروم ملیکا آنها به من احتیاج دارن اگر به تو یگون حادثه روی دهد چی؟ تا خوراکت را نخوری به هیچ جا نمیروی حسن تو از اینجا نبرو بگو اونجایی نرو حسن زودتر اومده تو رو میبرم زودتر ما رو رها کن حسن بلا ملیکا تو ما رو از اینجا برآورده میتوانی؟ نمیتوانم من میترسم زودتر خوش میکنم باش سرسره را بس کنی در رو کشا تو چه خیلی اینطوری دختر ترسیدن بازم این تو بسری را فشار میاری وای بر تو دوستان خانهای حسن را شنیدی تو ما در این تشکیلات هم را کار میکنیم حسن مرا کمیترم گفت تو را شنیدی همه خیلی؟ تو شنیدی کو بله شنیدم یعنی ما با شونده تو با حسن در یک صفحه بشیم به حکومت میکنیم گوش کن انا بین کلیدها در روی میز یا که در دیوارم باید ما رو عجیزه برو زودتر شو ملیکا تو به ما باور کن شما به حسن کمک میکنید البته که کمک میکنیم کاری ما همین هست زودتر میدونیم اما عزیز آن من نمیشه زودتر باش چقدری دیگر در اینجا انتظار شویم همه در آنجا میجنگن در رو کشا شاهین دمت رو گیر آرام شو بس کنید زودتر باش ملیکا زودتر التجا میکنم ملیکا زودتر باش مایلش تشکر مایلش میکنم زودتر زودتر خواهر جان آرام شو کمی دیگر کلیدهای دیگر رو نیز باید سنجیم قراری کرده کمک کنه احمد اومده برادرم صبر کن برانه نگذارد که مدینان آتیش شوند برادرم صبر کن حسن برادر بدرو درو مرامان ملیکه رو محافظت کن
دار گفتم برادر زودتر زودتر برامون با درون برو حسن برادر برام فکر نکن رفته خدا رو نجاده مالکه انتظار دوست مرا تنها گذار یک برادری در یک جا جمع نشوید پراکنده شوید و گیر و اطراف پراکنده شوید سرکمیسر از نزدیک زها دور شوید در بامی شوزان ها هستند مالکه تروریستان یک جای می جنگه یا اینکه تو همین حال راحت را معین میکنی عارف من هرگز در صف دشمنان نشدم پس به تو باور کنم آیا یک راه دیگری داری؟ پس پشت شاید مرا پرد زیرا تو جسارتی نداری که بر مقابلی من بود عارف اگر فکر کنی که تو را از پشتت میپرانم انا از حاضر دویدن را سر کن کسی که میپرد حتما میمیرد تنها تو لایقی مردن هستی التجا میکنم محبوبی مرا نجادیه حسن را نجادیه التجا میکنم البته خواهر جان البته نگران